بنز GLB 2020 نمیدونم تو ایران هست یا نیست، ولی اینجا با قیمت 15700 یعنی هولوش 1 میلیارد و 700 800 شما میتونید بخرید. جالب اینجاست قیمت این پاترول به این ابهت و به این رخ و به این زیبایی 2014 قیمتش رو حدس بزنید چقدره؟ 1500 ریال عمانی، یعنی تقریبا 1 میلیارد، زیر 1 میلیارد. تمام. تو ایران ما پول برای دادیم. خب این مازدا CX نایت تقریبا 2019 8700 و ماشینای دیگه که شما دارید میبینید. این رنج روور هم تقریبا 20000 ریاله، یعنی 2 میلیارد و 700 پول تیگا 8 پرو ما باید بدیم اینجا توی ایران سوار بشیم. نکته که اینجا وجود داره این که ایرانی ها میتونن اینجا خرید ماشین انجام بدن، اما چه وقت میتونن این کار رو انجام بدن؟ وقتی که حساب شرکتی فعالی اینجا داشته باشن، از دم قسط میتونن ماشین بگیرن، یعنی با ماهی 15 میلیون میتونن ماشین سوار بشن. شرایط خیلی خوبه، مگر اینکه حسابی که باز میکنه حساب شرکتی باشه و